یه کتابیه به نام موفقیت فاجعه بار، نوشته الکساندر دانز. الکساندر دانز استاد علوم سیاسی و مدیر مؤسسه مطالعات امنیت و منازعه در دانشگاه واشنگتنه. یه پژوهش اومده انجام داده در مورد جنگ‌ها و مداخله‌های خارجی توی یه بازه زمانی تقریباً 200 ساله، از 1816 تا 2008 میلادی 120 مورد مداخله خارجی در یک کشور رو که مثلا یک کشوری اومده با یه جنگ گفته من میخوام دموکراسی ایجاد کنم، میخوام یه دیکتاتوری رو سرنگون کنم، میخوام فلان کار رو انجام بدم، اینا رو اومده بررسی کرده. خروجی نهایی مطالعات ایشون که به صورت یک کتاب منتشر شده اینه که مداخله های خارجی و جنگ ها معمولاً باعث جنگ داخلی میشن، باعث بی‌ثباتی در رهبری میشن در اون کشور که خودش نتایج منفی بعدی رو داره، باعث شکست در ترویج دموکراسی میشن. یعنی اونجا مثلا یه دیکتاتوریه، تو میگی حمله خارجی اتفاق بیفته و ما مثلا دموکراسی رو اونجا برقرار کنیم. نه، تجربه بشری این نیست. تو این شرایط دموکراسی بیشتر تضعیف میشه تا اینکه بخواد رشد پیدا بکنه. اون کشوری که اومده این مداخله رو کرده معمولاً رابطه بدی در آینده پیدا میکنه برای دهه‌ها با اون کشور هدف، چون حمله کرده بهش دیگه. یه پژوهش خیلی مفصل و کامل که خواهش میکنم در موردش سرچ بکنید.